در اروپای قبل سده 16 به ندرت فرصت خلوت و سکوت به افراد دست میداد. پدید اومدن عادت مطالعه نقش اساسی در شکل‌گیری تدریجی خلوت مردم داشت. زنی که بی‌صدا کتاب میخوند پیوندی خارج از حیطه نظارت جامعه و اطرافیانش داشت با کتاب برقرار میکرد. با این کار خب یه فضای آزادی بر خودش ایجاد میکرد که بهش حس استقلال و عزت نفس میداد. کم کم نگاه خاص خودش هم به جهان پیدا میکرد. نگاهی که لزوماً بر تصویر عرفی یا مردان از دنیا منطبق نبود. و دیگه میدونید زمانی زن کتاب به دست موجودی عاطل و باطل و حتی مشکوک به نظر می اومده. میگن زنان در طول سالیان با کتاب خوندن تونستن به خود مختاری برسن. براتون خوندم از کتاب زنان کتابخوان خطرناک.